دوام سیروز در بینای کتابخانه عمومی به نام تاشخواجه اسیری مرکزی ولایت دور سیوم یا خود ولایتی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت ادامه یافته 1439 نفر غالبان دور دوم را از 18 شهر و ناحیه‌ها برای سزاوار گردیدن به دور جمهوری این آزمون با نفوذ گرد آورد. یادآور میشیم که آزمون علم فروغ معرفت تحت سرپرستی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال پنجم است که برگزار شده. همساله شماره بیشتری داوطلبان به این آزمون توجه نموده چهره‌های نو به نو ایجادکار، نوآور و اختراعکار با قابلیت بلند ذهنی و عقلانی دریافت و برای تربیه من بعدشان شرایط مساعد فراهم آورده می شود. نتیجه و جنبست دور ولایتی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت عیان ساخت که بیش از 150 نفر بهترین ها همچون غالب دور ولایتی دانسته شدند. باید تذکر داد که 40 نفر هیئت حکمان، استادان و پروفسوران و نامزدهای علم از دانشگاه‌های پایتخت مملکت شهر دوشنبه و مرکز ولایت شهر خوجند طی 3 روز به استعداد، قابلیت ذهنی و عقلانی داوطلبان بهاگذاری کرده بهترین ها را به دور جمهوری رخ دادند. امروز علاقه جای‌ها معین شد از روی 8 نامیناسیون برگزار گردید و چهره‌های علمی و بهترین خوانندگان از جانب 18 شهر و ناحیه جمهوری در از حساب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، خوانندگان مؤسسه‌های تیپ نو یعنی لیسه و گیمنازیه‌ها و این چنین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی برگزار گردید که بهترین ها به دور جمهوری انتخاب گردیدند و امید است که در دور جمهوری نیز سزاوار جایهای نمایان و افتخاری را اشغال می نمایند. از شماره عمومی خوانندگان 156 نفر به دور جمهوری را خط گرفتند که این از روی 8 نامیناسیون و در 3 زینه می باشد. در جنبست آزمون جمهوری علم فروغ معرفت به همین هیئت حکمان برای مهنت پرزحمت و بهاگذاری عادلانه‌شان عرض سپاس کرده شده با سپاسنامه و تحفه ها قدردانی کرده شدند.